اهالی پیر شده است. بیش از 60% اهالی این کشورها نفقه خور. باز به سببی که طبی پیشرفته است، شرایط خوبی زندگی است، عمر اهالی نهایت دراز است، میانه عمرشون تا 88 و 90 و 95 می رود. از این خاطر حال اهالیشون حفظ شده است، وگرنه از پایان دیگر رشد نیست. بنابراین سیاستمداران، دموگراف های بریتانیایی، فرانسوی بانگ خطر زده ایستادند که ما این کشور زیبایی تمدنی نابودی رو به کی گذاشته می رویم؟ زیرا دیگر تولد قریب نیست، نسل نو نیست، جوان نیست. بنابراین اونو به تهلکه افتادن، آینده خود را تیره تصور میکنند. حتی بینید بعضی کشورها اهالی جوان خریده ایستادن. مثلا کانادا کوتا کرده است که از هندوستان، از پاکستان، از کجا 10,000 15,000 100,000 جوان بیارد برای پر کردن اون سوراخ دموگرافی که در رشد اهالیش به وجود آمده. اما در همین عین زمان که اونا از پیری، از تیرگی آینده خود در تشویشان، تاجیکستان از جمله کشورهایی است که با افتخار میگیم که اکثر اهالی ما جوان است، سن میانه اهالی ما جوان است، یعنی آینده این کشور بسیار روشن است. پس وقتی ما درباره جوانان صحبت میکنیم ما میگیم آینده این کشور روشن است. ما با هیچ گونه خطری انقراض ملی از نظر بیولوژی فیزیکی روبرو نیستیم و این یک دستاورد بزرگ است. یک وقت می علمای پیدا شدن و ما را گفتن که می اویله را 4 نفر کن، تولد پیشگیری کن، قریب به گپی اما پیش رشد ملت می گرفتیم. بگذار تاجیک زیاد شود دیگه، خیلی که ای 4 نفر زیاد نکن، ای 2 نفر زیاد نکن، دخترها در محله و زنها را تشویق میکنن، تمام. تا که برعکس اگر ما از یک 20 میلیون نفر میبودیم در این منطقه دیگر خیلی گپ میزدیم. بنابراین همین بودن جوانان، بودن نسل جوان، این یک سرمایه استراتژی ملی ما هست. تشکر. یعنی که ما با داشتن نسل جوان یک آینده روشن داریم. ما با داشتن چنین اهالی جوان سال یک دورنمای روشن داریم. ما از آینده نمی ترسیم. و بینید پیشوای ملت بارها در همین پیام ها در سخنرانی ها گفتن که ما این کشور را برای جوانان ساخته استودیم، ما این را گرفته نمیبریم. پس راه های نو، بیناهای نو، خانه های نو، کوچه های نو، راهروهای نو، باغ های نو، همش برای جوانان، برای جوانان. و از این رو ما میگیم که محض جوانان اون کسایی هستن که کشور رو به میراث میبرن. حتی به حد غمخواری ظاهر کردن که در همین پیام امسال گفتن که تمامی سراسر کشور درخت شینانید تا که ما به نسل آینده یک کشور سبز و زیبا میراث گذاریم. نه تنها آبادی، حتی نمی زیبایی کشور، تو که هر یک جوان بعد 10 سال 20 سال 30 سال از همین باغ مرکزی، از خیابان مرکزی گذرد، بگد که چگونه برای ما دولتی زیبا ساختن. از همین رو جوانان در مرکز سیاست دولتی و هر چی کاری، هر چی آبادی میشد برای جوانان است. بنابراین من بار دیگر همین هفته جوانان، روز جوانان، ماه جوانان، سال جوانان، کشور جوانان رو برای شما تبریک میگم. خب مادامی که درباره جوانان صحبت کردیم، یک نکته بسیار مهم این است که
بین جوانان و دولتداری من میخوام یک پیوند رو بینید و خود رو، امکانیت خود رو، نقش خود رو درست تعریف کرده توانید. این است که همین تاریخ ما رو اساساً جوانان ساختن. دولتداری ما رو همیشه جوانان حفظ کردن. حالا ما در همین تاریخ، در ادبیات، در فرهنگ همیشه یک ابرازی مقدسی زیبایی داریم با نام پیر خرد که پیر راهنمایی میکند، پیر هدایت میکند، پیر مصلحت میدهد، پیر راه حل مییابد. ولی مسئله رو همیشه جوانان عملی میکنند و تاریخ ما همیشه این رو اثبات کرده. ببینید من یک چند مثال میارم. استادان عزیز تمام عمرشون در خدمت دولت و وطن گذراندن. ما به اینو نصیحت نمیکنیم، برای ما از قطار سوم او طرف میشن. برای جوانو که شما بینید همین چند چهره بزرگی که ما در تاریخمون داریم، من خیلی روی خط کنیم حتی حیران میشیم که اینا همه جوانو بودن. مثلا میگیم که یعقوب لیث صفاری، کسی که به ضد خلافتی یا استیلای عرب برآمد و اولین دولتی متمرکزی بزرگ تاجیکی رو برقرار کرد. شما تصور میکنید چند ساله بوده است؟ 21 ساله. یعنی یعقوب لیث صفاری 1840 تولدش، 1861 دولت صفاری ها رو برقرار کرده است. 21 ساله همون مبارزه با ضد استیلاگری را راهبری کرده است، دولت ساخته است. کسی که بزرگترین سخن در فرهنگ ما گفت که در حضور من فقط به تاجیکی گپ زنید و همین جملهش باعث شد که زبان تاجیکی بعد 200 سال سقوط از سیاست بیرون رفتن دوباره زبان دولتی شد. این همین مرد 21 ساله جوان گنده من حکومت تاجیکان رو برقرار کردم، در دربار من فقط به زبان تاجیکی. این همین باعث شد که خود همین زبان چون میگن دری یعنی درباری، زبانی دولتی. یعنی این در گروه های روسی ما زبانی تاجیکی چی میگیم درسش؟ زبان دولتی میگیم. یعنی اون وقت همین به نام زبانی دولتی یعنی زبانی دری به غیرت یک جوانی 21 ساله هم دولتمون برقرار شد هم زبانمون احیا شد. این نقش یک جوان. ولی بسیاری ما شاید از 21 ساله بالا باشیم و قیاس کنه که من چیکار کردم. دوم اگر چهره دیگری بسیار بزرگی که داریم، امیر اسماعیل سامانی. امیر اسماعیل سامانی بنیادگذار دولت بزرگ تاجیکان، بنیادگذار امپریای سامانی. امروز پول سامانی، ناحیه سامانی، افتخارات همه سامانی. همین اسماعیل سامانی وقتی امیر بخارا شد 24 ساله بود. خیلی گمان نکن یکان موسفید اسماعیل سامانی یکان جنگاوری امیری با تجربه از پشتش 100 ساله تجربه نه، 24 ساله امیر بخارا شد. همین کارنمایی بزرگی که در همه کتابا نقل میکنن و سخن بزرگی که در سیاست ما گفت در 25 سالگیش. چخیل بینید وقتی که تو امیر اسماعیل سامانی هم بخارا یک شهر بزرگ. ولی بینید اینجا در قوس میگن که من حادثه حاکم بخارا شدن سامانی رو میگم، با دولت سامانیان رو برگزار کردنش و از یک 12-15 سال بعد وقتی امیر بخارا شدنش. بینید وقتی که تا آمدن اسماعیل سامانی بخارا یک شهر آباد، اینا شاعران شعر میگویند، نویسنده ها می نویسند، طبیبان طبابت میکنند، معلم درس میگویند، ستاره شناسان علما همه هنرمندان در بخارا بودند.
بخارا بسیار شهر رشد یافته، ولی تمامی سال گردی بخارا رو دیوار میزدن. خیلی دیواری بلند گردی بخارا بود که همین بهار که میشد میگفتن تمام دانشجو، سربازا، جوانا، مردم محله همه برای رئیس محله مثلا تو دیگی اوشا تشکیل کنه، مردم به حشر برن دیوار بخارا رو اندوه میکنن. انا برای همین اندوه کردن دیوار بخارا، تعمیر کردن دیوار بخارا یکی از کارهایی بود که تمام سال مردم بخارا با اون مشغول بودن. چرا می دیوار لازم بود؟ چون که وقتی که تیرما میشد حاصل جمع میکردن، گندم جمع میکردن، جو پیستا، بادام، روغن، گفتیم روزه ذخیره 2 ساله زمستانه رو تهیه میکردن. و همین زمستان تیرما قوم‌های بیابانی، الچیخان‌ها و قرخانی‌ها و الخان‌ها هجوم میکردن، با اسب و شمشیر بخارا رو غارت میکردن، همه ذخیره‌اش میبردن. با میدیدن که یگان دخترک این نگاه میکرد، یگان دخترک قدرش خوشروی در بخارا، او هم تگ زین میکرد میبرد. تمام همه فریاد داد، شهر آتش میزدن. و باز هم علما و ملاها میبرامدن خدایا از این بدتر نکن، دعا میکن، شاعراش میبرا هیچ روزی است که در دور قمر میبینم، با ستاره شناساش میبران میگن که خدایا یگان ستاره نحس برآمد که بخارای ما غارت شد. همه کسب و کار بیچاره از دستی کسی نمیومد که هجوم خارجی رو پیشگیری کند. انا همین وقت اسماعیل سامانی حاکم بخارا شد. آنکه در منبری بلند میبرد میگه که گوش کنید، تمام دیگر دیوار نمیزنیم، من دیواری بخارا. این گپه بید گفت که تا من زندم کسی جرأت نمیکنه به بخارا هجوم کند، تا من زندم کسی جرأت نمیکند به چشمی بد به بخارا نگاه کند. مردان این ملت آلو نمردن. یعنی سخنی جوانی 25 ساله اسماعیل سامانی که گفت که من دیواری بخارا هم، ولی بیهقی چی میگه؟ من باره بخارا هم گفت. چون وقت اصطلاح باره بود به تاجیکی. این اگر این استادا یادشون باشن دوره های جوانی و عاشقی های ما در یک ربایی بود، دختری سر باره در کوکولات ستاره هم خیلی بود، یادی شما هست؟ خیلی دوامش خیلی بود، بیا رویم اداره زکس کنیم یک باره. در فولکلور در همین کتاب فولکلور تاجیک است. یعنی کلمه باره منظورم بلندی، دیوار، دختر سری باره یعنی دختر سری بلندی. ببینید این شعر در کتاب فولکلور خلق تاجیک است. خب ببینید پس اسماعیل سامانی گفت من باره بخارا، تا من هستم دیگر کسی جرأت. انا این لیدری سیاسی، ولی در بورش میگیم این کسی که سرنوشت ملت رو خیلی سینه‌اش سپر کرده به دوش گرفت. ببینید جوانی 25 ساله و 100 سال بعد از این سخن، 124 سال اینا پیشرو ملت از سخنرانی اخیر گفتن، 124 سال دولت سامانیان طول کشید، کسی جرأت نکرد که با او هجوم کنه. یک سخن 100 سال خدمت کرده است. این بزرگترین سخن سیاسی است در تاریخ ما. خب هم خیلی اگر بریم جوانو، همه جوانوی تاریخ ما رو گفتن میشه چی قهرمانی میشنوه جوان بودن. همین از دوره نو اگر گیریم مثلا شیرین شاه تیمور، نصرت الله مخزوم، کسایی که ما ذکر میکنیم اینا هم جوانون بودن. اینا بینید شما جوانای عزیز از همین روز وقتی که در راه رو میبرید حتما اینجا صورت قهرمانای تاجیکستان هست. شما بینید همین شیرین شاه تیمور رو بینید، پیشش روید یک بار بگی که انا پیری من همین. چرا؟ چون که همین شیرین شاه تیمور تمامی همین قهرمانی و بزرگیش
در جوانیش کرده است. اینقدر جوان بوده است که باور اونو نمی بیاد امروز. وقتی که بینید سال تولد شیرین شاه تیمور 1899، اما سال 1922 رئیس ولایت بدخشان شد، یعنی 23 ساله بوده است. 23 ساله. و اون مکتوبای تاریخی که با ستالین نوشت که رفیق ستالین کنی دولت توجیکو کجاست حقوق توجیکو، 5 مکتوبی تاریخی سال 24 25 26 27 با ستالین نوشته است. شما ببینید در وقت یعنی مکتوبای تاریخی را نوشتن 24 ساله 25 ساله 26 ساله بوده است. شما حاضر همین کتاب استاد قربان علمشاه با نام شیرین شاه هست، شیرین شاه تیمور، همین متنی مکتوبای شیرین شاه تیمور با ستالین در اونجا آورده شده است. شما می یک مکتوبش خونه دو چیز میبینی ایران. یکم که سوادی این مرده که که چگونه تحلیل میکنه حقوق خلق توجیکا، دویم جرأت شبینی در همون شب و روز با ستالین چنین مکتوب نوشتن خودکشی بود. وقتی که زیر همون نامه با ستالین امضا میکنه گویا که همین حکم قتل خودش امضا میکند، ولی برای حقوق ملت، برای صاحب دولت شدن توجیکان انمیخه بجانش بازی کرده است. شیرین شاه تیمور 24 ساله 25 ساله 26 سالگی در مکتوب نوشته است. و وقتی که رئیس تاجیکستان شد سال 1932 بعد برکنار شدن نصرت الله مخزوم 33 ساله بوده شیرین شاه شد. 33 ساله. خب انا بینید وقتی کشته شد 37 ساله بوده. 37 ساله. انا که من واسه میبینم بعضی مکتبا میریم پورتریتای شیرین شاه تیمور مثل یک مردی 50 ساله و 60 ساله کشیدن. من میگم همین نقاش تاریخ همین ملت نمیدوند. یک آدمی کلان ساله کشیده شیرین شاه تیمور. وای پیر نشه، وای رو در جوانیش کشتن. یعنی تمام این قهرمانیش همین از 20 سالگی تا 30 سالگی کرده است. اینو بر این چرا ما با اینو تاکید میکنیم؟ چون که همین آب که شیرین شاه تیمور خورد هست، همین هوا که او نفس کشیده است، همین کوچه ها که او رو میگشت هست، همون مادری تاجیک که او رو تولد کرده است، همین کوهستانی تاجیک است. بنابراین امروز هم هر یکی ما میتوانیم یک شیرین شاه باشیم. هر یکی ما میتوانیم همین گونه خدمت برای این وطن برای این ملت بکنیم. انا شیرین شاه تیمور. نصرت الله مخزوم هم میخواد. اینا نصرت الله مخزوم که برای مؤسسه شما این نام بسیار با آشنا است. شما دوامی همون فرهنگ و همون تمدن نصرت الله مخزوم همین 44 سالگیش در رهبری کشور شد. و بنابراین همین جوانان این کشور را صاحبی کردن. دو جوانی توجیک از همین کوهستان نصرت الله مخزوم شیرین شاه تیمور به صحنه آمدن گفتن نه ما تسلیم نمیشیم، باید توجیکا صاحب دولت باشد. و همین کارا با جوانیشون با جرأتشون، اینا نه اکادمیک بودن نه عالم بودن نه یگانجا خونده بودن اکادمی ها، نه تجربه های کلانی سیاسی داشتن. فقط چی داشتن؟ ناموسی بلند، غیرتی بلند، هویتی تازه. انا برای گفتن نه ما قبول نمیکنیم، باید توجیک صاحب دولت شود. دو جوانی توجیک هر دوش در سن جوان. همین دولتی ما تاریخ ما روی شانه های جوانان ساخته شده است. دیگه انتظار نشه که ما پیر شویم، اکادمی را خونیم، دپوتات شویم، وزیر شویم، یگان دانشمند شویم، سیاست مداری با تجربه شویم بعد یگان خدمت میکنیم. نه، همون جوانان در همون جوانیشون خدمت کردن. خب اکنون درباره جوانان که میگفتیم بیایم به تاریخ معاصر.
تاریخ معاصر ما را هم باری دیگر جوانان نجات دادن. شما ببینید سال 1992 وقتی که کشور در حال فروپاشی، ملت در حال پراکندگی، یک ناامیدی همه رو فرا گرفته بود، این من میخوام شما معلمان آینده روید کتابخانه ملی شعبه مطبوعات، این آشنای 15 هست، همونجا روزنامه های سال 1991 92 بینید سرلوه های کلون نوشته است تاجیکستان از خریطه جغرافی نابود میشه، تاجیکستان به نزدیکی فرو میپاشد، تاجیکستان آینده نداره، خصوصا روزنامه های روس زبان که تاجیکستان به نزدیکی نابود میشه. همین اندیشه را الکی همه قبول کردن که به نزدیکی این دولت تمام میفتن که این تاجیکان چون تجربه دولت داری ندارن، دولت حفظ کردن نمیتونه، این تقسیم میشه. بعضی کشورها ولایت های ما را الکی در ذهن خود تقسیم کرده بودن. از امی رو در امی وقت به هر کسی پیشنهاد میکنن که راهبری دولت رو بدوش گیر، ملت رو دولت رو نجات میگن که در چنین وضعیت من نمیتونم. این اگر شما تاریخی معاصر ما را خوانده باشید یا استنوگرام اجلاس 16 در کجا ببینید، اول میگن که محترم عزت الله حیایف سروزیر جمهوری، آدمی با تجربه، همه احترام میکنن، سالها راهبر بدید، بیاید شما راهبری بگیرید، ما در اطراف شما جمع میشیم ملت نجات. او کس میگه که با همون تجربهش میگه که در چنین وضعیت من نمیگیرم، چون هیچ کس باور نشه. ببینید در همین که وضعیت ناامیدی جوان 39 ساله با نام امام علی رحمان میبرد میگه که من صلح میارم، من ملت رو جمع میکنم، من تا آخرین گریزه رو برمیگردونم، من اجازت نمیدم که تاجیک بار دیگر به دولت شود. ان همین لحظه ظهور لیدری سیاسی، یعنی باز یک جوان از درون مردم، از درون عامه مردم میبره میگه که من انمی رو بدوش بگیرم، نمیمونم که ملت نابود شود. ببینید بار دیگر اما استاد لایق میگن که باز یابد مادری تاجیک فرزند دیگر، خلق به فرزند عالمگیر نیست، باز یابد مادری تاجیک فرزند دیگر. انا از امی رو بینید باز بسانه فرزند دیگری آمد که ملت بار دیگر در اطراف متحد شد، با او تکیه کرد، با او باور کرد و به نمی روزای خوب رسید. از این رو نمیدید سلسله نام ها و حادثه هایی که گفتیم نشان میدن که نقش جوانان نمی خیلی مهم است. در همون سال 92 اکادمیک های ما زنده بودن، نویسنده های ما زنده بودن، شاعرای ما زنده بودن، استاد میرسید میرشکر زنده بود، استاد لغزاده زنده بودن، استاد جلال اکرامی زنده بودن، استاد لایق و استاد مومن قناعت و استاد بزرگ صابر زنده بودن، اکادمیکای زیادی ما زنده بودن. چرا اونا لیدری ملی نشدن؟ چرا اونا نتونستند این جنگ پیشگیری کنن؟ چون که اون وقت اون غیرت و جسارت و خصوصیت لیدری در کار بود و همین در سیمای امام علی رحمان ظهور کرد. انا از همین نظر میگیم که در لحظه های مشکلی تاریخی ما را جوانان نجات داده گردید. حالی هم بینید که تکیه پیشروی ملت اساسا به جوانان هستند. این همین تغییرات اخیری کادری اگر بینید همین یک سال اخیر چه در نیروی قدرتی چه در نیروی سیاسی اساسا جوانان رو میارن که میخوان یک نسلی نوی که مکتب پیشروی ملت رو گذشته است این رو ادامه دهند. گویا میخوان ایراد گیرن که بسیار جوان است. من مثلا همچه سیاست شناس میگم که تمام قهرمانای ما در امی 30 سال قهرمانیشون نکردن. برای امی جوان بودن این ایراد نیست، این برتریت است گاها، یعنی این نیرو، یعنی این انرژیا، یعنی غیرت، یعنی این خصوصیت جهشی داشتن. بنابراین جوان بودن شخصیت ها رو هیچ وقت همچون
کمبود نمیگیریم، برعکس میگیم که این نسل جوان، نیروی جوان، تیمی جوان میتوند باز یک مرحله دیگری رشد کشور رو تامین کنه. همین خیلی نگاه کردن بسیار درست میشد